سلام. ما همچنان از نمایشگاه پست و مجموعه کسب و کارهای وابسته در خدمتتون هستیم. تاپین مجموعه در واقع گسترده‌ای که در صنعت پست فعالیت میکنه اسپانسر این برنامه است و این غرفه رو در اختیار ما قرار داده که این نشست‌ها رو انجام بدیم. در موردشون باز بیشتر صحبت میکنیم. یه نشست‌هایی هم مجددا با این مجموعه داریم. همونطور که میدونیم برای ارسال و دریافت محصولات پستی هم میتونین از خدمات این دوستان استفاده کنین. خیلی از مجموعه دیگه هم حتی بخش‌های دولتی مثل راه آهن هم در واقع از این سرویس ها استفاده میکنن. اما در این لحظه خدمت آقای جلال رؤوف هستیم، رئیس هیئت مدیره بینا صنعت ویرا، یه شرکت دانش بنیان، یه شرکت واقعا خلاق که اتفاقا فعالیتشون و صنعتشون خیلی الان جذابه و خیلی از صنایع فکر میکنم میتونن به این سمت برن که از این صنایع، از این خدمات استفاده کنن و بهره وری خودشون رو بالاتر ببرن. خیلی خوش اومدین جناب رؤوف. سپاسگزارم. خواهش می‌کنم خودتون معرفی بفرمایید و فعالیتتون رو. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده رؤوف هستم، رئیس هیئت مدیره شرکت بینا صنعت ویرا. حوزه اصلی فعالیت شرکت ما در زمینه بینایی ماشین و هوش مصنوعی هستش. 7 سال تو ایران فعالیت داریم تو این مجموعه و اکثر صنایعی که باشون در ارتباط هستیم صنایع داروسازی هستش، صنایع خودروسازی هستش، صنایع غذایی و حالا جدیداً وارد حوزه معدن و صنایع فولاد شدیم که بر اساس حالا اتاق فکری که داریم بررسی میکنیم، نیازها رو شناسایی میکنیم، پیشنهاد میدیم به حالا شرکت‌هایی که تو این حوزه فعالیت دارن و بر اساس اون پیشنهادها یه سری چالش هایی که خود کارخونه داره اونا رو میشنویم و بر اساس این چالش ها ما یه سولوشن ارائه میدیم بهشون و در نهایت حالا بر اساس این سولوشنی که ما ارائه دادیم خدماتی که بهشون ارائه میدیم بر پایه هوش مصنوعی هستش که الان به نوعی تو صنعت 4 دنیا مرسوم هستش. ما یه شعاری داریم تو شرکت میگیم که کارخونه باید چراغ خاموش کار کنه. این شعار دقیقاً الان حوزه صنعت داره به این سمت میره. متاسفانه تو کشور ما به خاطر حالا تحریم‌های ظالمانه‌ای که هستش ما خیلی نقاط ضعفی تو روند تولید داریم. ما بر اساس حالا نخبه‌های کشوری استانی که تو مجموعه‌مون هستن این موارد رو شناسایی می‌کنیم. اکثر شرکت‌هایی که باشون در ارتباط هستیم قبلاً به نوعی دچار چالش شده بودن، یعنی از بابت تامین مهندس از خارج از کشور تو شرایط تحریمی واقعا دچار چالش شده بودن. دستگاه قدیمی شده بود، تکنولوژی دقیقاً قدیمی شده بود. به خاطر همین قضیه خیلی حالا مجموعه رغبت نشون میدن میان طرف ما و ما سعیمون بر این هستش که مجموعه خودمون رو گسترش بدیم تو اکثر شهرها. حالا خوشبختانه صاحب پروژه هستیم، یه پروژه‌ای انجام دادیم و تونستیم که پروژه‌های در حد به نوعی جهانی واسهشون پیاده سازی بکنیم. شکر خدا مجموعه صنایع هم تو این زمینه با ما دارن همکاری میکنن. خیلی به نفعشونه چون که به هر حال هم هزینه هاشون کاهش پیدا میکنه، همین که در واقع به هر حال نیروی انسانی کمتر، بازدهی بهتر و قطعا سود بالاتر میتونه. اما یه خورده دقیق‌تر آقای مهندس سرمدش اگه صحبت کنیم، چون یه خورده فکر می‌کنم هنوز ناشناخته است، با اینکه الان هات تاپیک دنیاست و ترند به قول معروف الان حتی شبکه‌های اجتماعی بحث AI و هوش مصنوعی و کامپیوتر ویژن، بینایی کامپیوتر میتونه خیلی موضوع جذابی حتی برای صنایع باشه. خیلی جالبه که شما 7 سال تو این زمینه دارین فعالیت می‌کنین. در واقع خود کامپیوتر ویژن موضوع جوانیه در صنعت دنیا، پس شما جزو پیشتازان این صنعت هستین. این واقعا باعث افتخاره و من خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. امیدوارم که صنایع بتونن این پتانسیلی که وجود داره برای استفاده کردن از این دانش رو بتونن دریافت کنن و با دوستانی مثل شما همکاری داشته باشن. اما بزنید یه خورده دقیق‌تر ببینیم موضوع چیه، یعنی چه کاری رو شما برای یک کارخونه انجام میدین و باعث چه در واقع نتیجه‌ای میشه؟ ببین من حالا با یه صنعت خاصی توضیح بدم خدمتتون. مثلا تو صنایع داروسازی ما عموما به روش سنتی داریم میریم جلو. خب حالا شرکتایی هستن که وارد بحث‌های هوش مصنوعی بینایی ماشین شدن. خب
در ایران؟ در ایران بله. بله. ببینید رو بعضی از قسمت ها چیکار میکنن، تبلت هایی که وارد قوطی ها میشن خب به صورت چشمی دارن رصد میشن، شکستگی داشته باشه، به نوعی کپسول نافرمی داشته باشه، این موارد رو به صورت چشمی دارن رصد میکنن که داخل قوطی نره. یعنی دوستان اونجا وایسادن نوار نقال رد میشه نگاه میکنم مثلا اضافه دقیقاً. خب این خطای خیلی زیادی قاعدتاً داره دیگه. ما یه محصول دانش بنیانی که تو این زمینه ارائه دادیم و حالا برنامه‌اش هم داریم که ثبت اختراع جهانیش بکنیم. تنها دستگاهی هستش که قابلیت یادگیری هر قرص و کپسولی رو داره. ما چند تا رقیب تو دنیا داریم، شرکتایی مثل دیتا تکنولوژی هستش، شرکت ویژن کانتر هستش. یعنی سورت میکنه دارو، به نوعی سورت میکنه داروها رو، تشخیص میده که این چه داروییه. دقیقاً. چقدر جالب. سوای اون بحث شکستگی رو داره بررسی میکنه تو حجمای خیلی کوچیک‌تر و سرعت خیلی بالاتر. یعنی اگر کپسول شکسته باشه تشخیص میده؟ بله، کپسول نافرمی داشته باشه یا لیدگی داشته باشه قبل از بسته‌بندی اینو تشخیص میده. تعداد شمارش بازم اومدن از یه سری سنسورها استفاده کردن که اونم خطا داره، خیلی زیاد خطا داره و ما بر اساس بینایی ماشینی که داریم انجام میدیم میاره این موارد رو داره بررسی میکنه. ببینید هر کارخونه یا هر صنعتی بخواد مشتریشو راضی نگه داره و افزایش مشتری داشته باید رو کیفیت محصولش کار بکنه. بله. خب این موارد بستگی داره که چه روند تولیدی رو طی بکنه. خب ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم از این سیستم استفاده میکنیم و خطای انسانی رو صفر میکنیم تو هر حوزه‌ای باشه، چه تو صنایع غذایی، چه صنایع دارویی، چه حالا صنایع فولادی. حتی الان وارد معادن که شدیم، معادن کشورمون ما بیش از 1200 تا اگه اشتباه نکنم معدن داخل کشور داریم. آماری که ما داریم کلا یعنی به روش خیلی سنتی دارن فعالیت میکنن. خب این وسط ببینید بحث اقتصادی هستش. خب اگه کارفرما عملیاتی داره انجام میده توجیه اقتصادی واسش نداشته باشه، یه مجبور میشه مثل حالا نفرات خاصی سرمایه‌اش رو بکشه بیرون و تو بانک نگه داره. خب و این باعث تورم میشه. ما بخوایم صنعتمون فعالتر بشه باید با صنعتگرا همراهی داشته باشیم، روش‌های نوین رو بهشون یاد بدیم، آموزش بدیم. خیلی از مدیرا و راهکار بدیم در واقع برای دقیقاً. خیلی از مدیرا از این روش‌ها بی اطلاع هستن. دقیقاً. یعنی ما با مدیران فنی که شاید سابقه 20-30 ساله تو این حوزه دارن صحبت کردیم، اصلا نمیدونستن که همچین سرویسی وجود داره. تو ایران وجود داره. فکر می‌کردن باید همیشه از خارج از کشور آلمان مثلا یه همچین چیزی. ما الان یه ایمیلی واسمون اومده بود از آلمان، شرکت استراویژن، که به نوعی چون می‌خواستن در ایران شرکت حالا نمیدونم میتونم اسم ببرم یا نه، شرکت حالا 2 تا شرکت معروف تو ایران میخواستن کار بکنن، به نوعی ما اومدیم وسط و این پروژه رو از شرکت آلمانی استراویژن گرفتیم و ایمیلی که دریافت کردیم ازشون به عنوان ارائه دهنده خدمات شرکتایی که استراویژن تو ایران واسش انجام دادن. خب که ما رو معرفی کردن که بیاین قرارداد همکاری ببندیم. ما چون به خاطر این تحریما نمیتونیم وارد ایران بشیم، شما به عنوان نماینده شرکت ما، همکار شرکت ما تو ایران، واسه این مشتریای ما ارائه خدمات بده. تا این مورد رفتیم جلو و خوشبختانه تونستیم که از لحاظ رقابتی همراه با شرکت‌های خارجی تو ایران حرف اول رو بزنیم و خدا رو شاکریم که بچه‌های نخبه‌ای که تو ایران هستن تونستیم باهاشون یه مجموعه‌ای بسازیم که شرکت‌ها و صنعتگران مختلف بهمون اطمینان داشته باشن و تو این حوزه به نوعی بینایی ماشین رو ترویج بدیم. خیلی عالیه. پس صنایع میتونن با شما در ارتباط باشن، شما بهشون سولوشن میدین و راهنماییشون میکنین که چجوری میتونن از این سولوشن استفاده کنن. و فقط اینو می‌پرسم، یعنی
دستگاه متوجه شدم شما میسازین، یعنی بخش بله. عملیاتیش هم خودتون انجام صفر میدین؟ تا 100 برنامه‌نویسی، بحث‌های مکانیکی رو خودمون انجام میدیم. بحث عرض کنم خدمتتون بازرگان 0 تا 100 چجوری میتونن با شما در ارتباط باشن؟ ما کانال‌های از ارتباطی عرض کنم خدمتتون که از طریق سایتمون که حالا کلیه موارد شماره تو سایتمون هستش، یا از طریق کانال ارتباطی اینستاگرام بینا سند آندرلاین ویرا، یا از طریق لینک آپاراتمون بینا صنعت ویرا میتونن با ما در ارتباط باشن و حالا هر موردی سوالی بود یا از طریق ایمیل واسه ما ایمیل بکنن. بسیار عالی. نمایشگاه چطور بود آقای رؤوف؟ اینجا غرفه هم داریم؟ بله غرفه هم داریم. خوشبختانه مسئولین پستی استان ما 2 تا راهکار ارائه دادیم واسه چالش‌های صنعت پست. بله. یه مورد این که مثلا ما الان سیستم سورتینگ تو ایران داریم. اکثر شرکت ها، حالا چند تا شرکت من تو نمایشگاه دیدم که آوردن، سیستم سورتینگ به صورت مکانیکی داره عمل میکنه و بر اساس حالا ما اصطلاحاً بهشون میگیم که اسمارت کامرا. خب درسته. بر اساس اسمارت کامرایی که حالا روی دستگاه قرار میدن کار سورتینگ رو انجام میدن. یه نوار نقاله یا چک میکنه و این برون برش میکنه. ببین آقای مهندس، این قضیه هم اتلاف انرژی داره، هم خطای زیادی داره، هم واسه بعضی مرسولات مثل جبه‌های شکستنی یا پاکت‌های نامه اصلا قابل اجرا نیست. درسته. خب ما اومدیم این مورد رو با یه ربات دلتا که واسه اولین بار ربات صنعتی دلتا رو تو ایران طراحی کردیم که فضای 1 متر در 1 متر رو اشغال میکنه و میتونه به نوعی 4 مرحله پستی رو انجام بده. دیگه به جای این الان از 10 متر کانوایر تو 4 مرحله دارن استفاده میکنن، یعنی 40 متر فضا رو دارن اشغال میکنن به خاطر بحث سورتینگ. پس الان یه ربات آماده به صورت پورتاب میتونن همین الان بذارن و استفاده کنن. آماده و تا 30 کیلو هم میتونه کار حمل و نقل رو انجام بده. به درد چه کسانی میخوره؟ فقط مجموعه پستی یا اینکه مثلا ای کامرس و اینا هم میتونن انجام بدن؟ حالا با توجه که وقتمون هم داره تموم میشه، نمایشگاه داره به انتها میرسه، فقط این موضوع رو هم بفهمید. این ربات واسه صنایع غذایی بیشتر مورد استفاده هستش، واسه بحث چون های اسپید هستش، واسه بحث به نوعی قطع بردار هستش. بیشتر عموما صنایع غذایی دارن استفاده میکنن، ولی ما کاربریش آوردیم تو صنایع پستی که بتونن محصولات پستی که به صورت پاکت هستش و جبه‌های شکستنی هستش از اون استفاده کنه و باعث میشه خطای خیلی کمتری داشته باشه و دسته‌بندی خطاش کاملا صفر میشه. خیلی عالی. من سالهاست به حال همکار شما هستم، تو حوزه هوش مصنوعی فعالیت میکنیم، اما اینکه افتخار همراهی و آشنایی با شما رو داشتیم واقعا برای من ارزشمنده و امیدوارم واقعا موفق باشیم و هستیم و امیدوارم دوستان بدونن که این چقدر صنعت ارزشمندیه و همه دنیا به صورت متفق القول دارن به این سمت میرن، چون ارزشش رو درک کردن و میدونن که چقدر میتونه بهینه باشه و هزینه‌ها رو کاهش بده و سود رو بالا ببره، در نهایت هم مشتری راضی تر باشه همونطور که شما فرمودید. خیلی متشکرم، ممنون از شما و ممنون که همراه ما بودید. این آخرین نشست امروزمون بود، ساعت 5:45 گذشت و خیلی نزدیک که در واقع شاید امیدوارم که مثل دیروز برقا رو خاموش نکنن. ما باید ویدیوها رو آماده کنیم، روی گروه در واقع کانال جهش دوستان قرار میدن، شما میتونید نشست‌ها رو ببینین. نشست‌های ارزشمندی بود و امیدوارم استفاده کرده باشین. امروز روز دوم نمایشگاه پست و شرکت‌های وابسته بود که در خدمتتون بودیم. فردا هم حتما همراه ما باشین، نشست‌های بسیار عالی خواهیم داشت همراه مهندس آرش سروری. من احسان رحیمی در اینجا و امروز از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. آقا خیلی متشکرم.